میگه ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. الله چی فایده میرسه بر الله که شما را عذاب بده؟ یعنی الله متعال به عذاب دادن کسی خوش نمیشه و بر الله کدام چیز منفعت هم نمیرسه. ما یفعل الله چی کنه؟ الله متعال چی کنه به عذاب دادن شما؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر شما شکر کردین و ایمان داشتین. و کان الله شاکرا علیما، الله بسیار شکر کننده و بسیار عالم است. هیچ وقت یک عمل نیک یک انسان زایل نمیکنه. 5 دقیقه هم اگر شما در یک درس دین و تقوا شیشتین، امی پیش الله متعال تا روز قیامت ثبت است. اونجا کلان در دفتر اعمال تا یک وقت والا از امیرا تیر میشدم، همین صدای استاد شنیدم، باز گفتم تو بیا یک دقیقه برم در مسجد بشینم. رفتم اونجا 6 تا 10 دقیقه 15 دقیقه، اینمی 10 دقیقه 15 دقیقه تو برای تو در دفتر اعمال در روز قیامت در حسناتت محاسبه میشه. الله ذات مهربان است. حالا ما بسیاری وقتا مثلا در درس که میدادیم، نه هیچ نیت ما نبود که ما یک شاگرد ناکام بکنیم و ناکام کردن شاگرد مثلا بر ما چی فایده میرسه؟ مثلا این محصل ناکام شه بر ما چی فایده که بیچاره رو سعی کنی که روز نتایج اعلان میشه رنگکش زرد، تیری نامکش بیخی از مویاش سر کردن، وضعیتش خراب.